الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الآخر: ليس منا من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت. حضرات علماء کرام، مشایخ عظام، حضار کرام و مسئولین امارت اسلامی، بالخصوص مقام ولایت، شریعت پرور و شہید پرور و جہاد پرور تاریخی ولایت پنشیر، محترم قابل القدر جناب والی صاحب و سایر مسئولین و ہم ارگان های نظام اسلامی و از دور دراز آمدین شما متنفذین و بزرگان، اولا سلام را تقدیم و ترقیم می نمائیم و خوشحال و انتہا سرور را محسوس می کنیم که امروز یک تاریخی مقام و محبین نظام اسلامی و فداکاران برای نظام قیام اسلامی همراه شما بزرگوارا از نزدیک و قریب میبینیم. اس سعادت مایان هست که خداوند کریم همی زمینه سازی و زمینه را مساعد ساخت با وساطت و اسباب و سبب امین علماء کرام و مسئولین. حضار کرام، امین تقریباً 3 بار از سویم بار که ما خودم دمی پنشیر ولایت، دمی ولایت و امی مسجد مبارک می آئیم.
ما بریتان صمیمانه میگیم که همه بزرگوارای امارت اسلامی بالخصوص امیر المؤمنین علی قدر حفظه الله تبارک و تعالی و رعاه عموما و بالخصوص من همراه شما و ولایت پنشیر خصوصی محبت و اخلاص دارم. ما 100% شما را اطمینان میدم. چند روز قبل شورای علمای پنشیر و بزرگای علمای مشایخ بشمول علی قدر محترم والی صاحب همراه علی قدر امیر المؤمنین ملاقات نمودند. یا انشاءالله بتفصیلا شما را خبر خواهد کرد. ما تقریبا چند بار از شیخ امیر المؤمنین حفظه الله شنیدگی استیم که ما خصوصا عموما به ملت و به کشور ما شما همه لله الحمد مسلمان هستیم، خو ملت و شهید پرور و شریعت پرور پنشیر را خصوصا در مجالس یاد کرده. ما شما در مابین کدام واسطه عمده که داریم همو ایمان و اسلام و شریعت است. کسایی که شریعت در قلب دماغ ندارن خدا نخواسته مسلمان نیستن یا در دایره اسلام داخل هستن خو در فسق و فجور دنبال میزنن، ولو که پدر و اولاد باشه و باز همون نسب تعلق و رشته میشکنن. چرا؟ اوجا یک واسطه است دین و اسلام وجود ندارد. علما و مشایخ تشریف فرماستند. نوح علیه السلام یک جلیل القدر نبی بود و مبعوث از جانب خداوند کریم شده بود و پسرش به نام کنعان بود. خدا قرآن کریم فالله سبحانه و تعالی تذکره نموده و مزید فرموده خودت محزون نشوی و رنج نگیری درباره پسرت که کنعان نام داره، انه لیس من اهلی. خودت خود فکر میکنی یہ از پشت تو پیدا شده، بالکل حقیقت داره. خود کدام نقش و قدم خودت است و الهی قانون سپارده شده برای خودت. دمون نقش و قدم همی پسرت و ولدت نیست، انه لیس من اهلک، لہذا یہ اهل نیست، انه عمل غیر صالح. کردار خودت جدا، گفتار خودت جدا، رفتار خودت جدا و گفتار و رفتار و کردار کنعان بالکل جدا از نوح علیه السلام. نه شفاعت کرده میتونه و نه الله تعالی اجازه میته و نه بخشنده، غرق شد امرای کفار. هاکذا قبلگاه و پدرش ابراهیم علیه السلام و هاکذا کاکایش نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کی بود تبت یدا ابی لہب. لہذا بزرگارای ملت و دانشمندای کشور مقدس ما که واسطه رابطه ما شما یک دین و اسلام و شریعت است و ما شما خو لله الحمد همسایه هستیم، یکی به دیگر خوب میشناسیم. هیچ کسی چشم پوشی کرده نمیتونه که قربانی ولایت پنشیر دمی طول 40 سال که شما کردیم
با تقابل و مقابله اتحاد جماهیر شوروی چقدر قربانی دادیم. ابتدا که وقت جهاد آغاز میشه ما بالکل خرد بودم، خود 3 ماه اگر ما خطا شده نباشیم کلانا اینجا باشه. در افغانستان جهاد شروع شد و شورویا و روسا اتحاد جماهیر او وقت یاد میشد در سرزمین مقدس ما شما، در کشور ما شما تجاوزگرا تجاوز کردن. از همی پنشر کوها جهاد آغاز کرد. انجینر احمد شاه مسعود از همی پنشر رفت در نورستان، در علاقه ما های در خانه ما بود. او وقت اگر شما امیر عمومی مولوی صاحب عبدالرزاق گزین بود اگر شنیده باش، و قماندان عمومی قبلگاه ما بود حبیب الله خان دراز. ما شما از امو وقت تعلق بر اساس دین و اسلام داشتیم. خود تفکر همین سخن است که در مابین ما شما همین درز کی پیدا کرد، کی ایجاد کرد؟ حضار کرام دمی صدها هزارها شهدا را ما دادیم، صدها هزارها بیوه ماندن و هزارها یتیما اسیران ماندن و معیوبا وجود دارند. ما شما لطفاً میپرسیم، پرسان میکنیم اهداف و مقاصد و اغراض ما شما چی بود دمی قربانی؟ اقامه معروفات و ازاله منکرات بود یا خیر؟ کم از کم شما جواب داده میتونید چی بود؟ تطبیق نظام اسلامی در کشور ما شما هدف بود یا خیر؟ آیا دمی 40 سال ما شما دستاوری تطبیق و تامین نظام اسلامی سرتاسری افغانستان دمی 20 سال گذشته ما شما یک نظیر مثال پیش کرده میتونید؟ دمی 105% هم یک نظام اسلامی دمی کشور بود؟ نه، هم در داخل ارگانها، هم از خارج ارگانها، هم در جامعه دمی 20 سال اغیار و مسیحا و عیسایا و نصارا و یهودا آنها تجاوز کردند به سر ما شما. کدام منکرات را ایلا کردن؟ هر منکر وجود داشت، هر منکر. خلillah الحمد اولادای شما که جهاد امارت اسلامی طلاب علما شیوخ جهاد از شما یاد گرفته بودند. اگر خدا نخواسته در روز محشر خداوند متعال از شما پرسان میکنه که در وقت اتحاد جماهیر بزید روسا شما مقابله و جهاد را اعلام کردین، هدفش چی بود؟ جواب ما شما همین حاد بود که تطبیق نظام اسلامی و تخلیه تجاوزگرا. قوم جهاد فرض عین بود، همه رهبرا قائل بودن. وقت همی 20 سال در 2001 گرفته تا 2020 تا 21 45 مملکتا کشورا، تمام کشورا
یک اتحاد بلاک را تشکیل داده بودند. چرا دمی 20 سال جهاد فرض عین نبود؟ فرض عین بود. امی حفاظ، امی مجاهدین محسین ما شما هستند که امی تجاوزگرا را مجبور ساختن که از کشور ما شما مجبور ساختن که این کشور ما شما را اله کنن بروند. این نصرت الهی بود. این قربانی استشهادیا و فدایا و جانفدا بودن. لله الحمد. امی ثمره نتیجه دستاوری همین است. امروز ما شما زیر چتر و زیر بام نظام اسلامی زندگی را دوام میتیم. این فضل خداوندی است. بزرگان ملت دشمنا خو تبلیغ خواه کرد، یکان دفعه دنبال میزنه به نام قومیت و هوا میزنه به نام عصبیت و بی اساس تبلیغی منفی تبلیغات. خو لیکن نظام اسلامی تامین و تطبیق و پیاده شده سرتاسری افغانستان، از پنشیر گرفته تا هرات، از هرات گرفته تا قندهار، از قندهار گرفته تا مزار، از مزار گرفته تا فریاب، از فریاب گرفته تا بدخشان، از بدخشان گرفته تا ننگرهار تا نورستان. زیر چتر یک امارت و یک امیر هستیم. هیچ کدام اختلافات وجود ندارد و امارت اسلامی دروازه را هم واز مانده. جناب مانس محسن والی فعلی پنشیر حضور دارد و شیخ قیام الدین صاحب حاضر است و شیخ امین الحق صاحب تشریف فرما است. پیش از آن معلوم است وقتی که کابل فتح میشه از همین جا اختیار، تمام اختیار کلی به می علما داده بوده احمد مسعود صاحب. خود سر همین علما باور نکرد. ما خودم بودیم دمو کمیسیون. فعلا هم هیچ امارت اسلامی به هر قدر که باشه، به هر قشر که باشه و ملت ما شما و فرزند افغان باشه و فرزند ملت کشور ما شما باشه، امارت اسلامی امرای هیچ کس مشکل نداره. هر کسی که میاین از خارج بیاین استقبال میکنه امارت اسلامی از اون. شما میبینین سابقه ریاست جمهوری ماندن و این در سنا ماندن و این در دیگه کلان در چوکیا ماندن و در افغانستان خوب وقت تیر میکنن. شما چی میکنن در خارج کشور؟ بیاین همراه ملت بشینیم، خدمت کنیم. ایتو نسل را تربیت بدیم که اگر مایان باشم یا نه یا خیر، یا خدمت ملت هم بکنه و خدمت دین اسلام را هم بکنه و ملت را در حریت زیر چتر هم بمانند. یه هدف ما شماست. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. محض بتعارف، لا لتحاسدوا ولا لتفاخروا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. لہذا که شما زحمت کشیدین، ما بسیار ممنون هستیم شما که از دور آمدین. بعد از ولایت پنشیر بعض مشایخ علما آمدند، بعض شیوخ تشریف فرما هستند. هیچ در پنشیر بعض مجاهدین نظامی
دمی تو در جایا قرارگاه را جور کردن، اوجا گشت گذر و آمد و رفت، با مادرها، با خواهرها، با دیگه مشکل ایجاد شده که باید تدارک شود و دفع شود. اولین همی امر بالمعروف بود که در شورای وزیرا همین موضوع را جدی مطرح ساخت. باز از رهبریت یک باصلاحیت کمیسیون تشکیل شد که شما برین در ولایت پنجشیر تمام حالات را تدارک کنیم. باز وزیر فواید عامه، امر بالمعروف و دیگر وزرا، شما او وقت ایجا بودین، شیوخ همیجا تشریف فرما هستند، ایجا آمدین. لله الحمد امی مشکل هم حل شد. همی به تدریجا ما از مجاهدین مبارک و مکرم هم همی پیشنهاد داریم با هم امنیتی ارگانها که هر جایی که شما کدام مشکلات را درک کردین، علمای شورا تشکیل شده و والی محترم صاحب تشریف فرماست، ولایت مقام را و شورای علما را در جریان بسازین، از طریق از یا مشکلات حل کنین. ایتونیم مراحل را حذف کنین، راستن اقدام شوین. باز این سبب نفرت میشه و نه سبب رغبت. لله الحمد رهبریت در دست علما و بزرگان است، کنترل میشه هر چیز. یکان دفعه 34 ولایت است و 425 ولسوالی ها است. همون یکونیم چند همی تو واقعات حادثات میای، او واقعات هستن و کنترل خواهد شد. شما رنج نگیرید، خفه نشوید. هر وقت که کدام مشکلات باشه دروازه ما خوبوج آزاد است، میاین. آل خلیل الحمد والی صاحب هم است، علمای شورا هم هستند، صلاحیت داده امیر المؤمنین حفظه الله یاره. لہذا آل آخرین مقاصد اساسی ما شما چیست؟ باید در داخل خانه گرفته تا مارکت ها، بازارها، از بازارها گرفته تا ارگانا، دفاتر، اقامه معروف و ازاله منکرات پیاده شود. تمام غلط رسم و رواج از بین برود و وحدت و اخوت و برادری مظاهره کنیم. ما شما یکی به دیگه همکاری کنیم و آشتی زمینه را مساعده کنیم و اخوت و برادری و در امن زندگی تیر کنیم. همی ذمہداری ملت هم است و همی ذمہداری مسئولین هم است. مسئولیت دارند. چرا حضار کرام شما مقتدی هستین و یک شیخ امام است. شما میدانید که وقت کدام شرط در داخل نماز باشه او را رکن میگن و کدام شرط خارج از نماز باشه به نماز شرط باشه او را شرط میگن. مثل طهارت، وضو نباشه این شرط است مثل صحت الصلاة. امی وضو مشترک است بین الامام و بین المقتدی و رکوع مشترک است. خود ذمہداری امام و ذمہداری مسئول این زیاد است نسبت به مقتدی و ملت. خدا نخواسته نماز امام خراب شود، در تمام مقتدیان نماز خراب خواهد شد و یک مقتدی نماز خراب شود نه امام نماز خراب میشه و نه دیگه سایر مقتدیان نماز خراب میشه. در هر کشور عدل باشه و انصاف پیاده باشه اوجا اخوت زمینه مساعد خواهد شد. در وقت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله، عمر ثانی بود، کتابان نوشته میکنن گرگا و برا یک جای
رفت آمد میکردند. گرگ و بره، اژدها در حقه دیدم هم رفیقش بلبلی. گرگ بره همراه هر دو همراه چیپان دیدم. همین مصداق بود. وقتی که عدل و انصاف در سر مسئولین از الف تا یا پیاده و تطبیق وجود داشته باشه، سر ملت از سر خاک کرد. انسانا را بانین و سر حیوانات و چارپایان اثر میکنند. اکنون کدام امنیت که آمده، کدام خوشحالی را که ما شما محسوس میکنیم، این برکت بزرگان امارت اسلامی است. خداوند کریم همین امنیت را تا روز قیامت قائم و دائم بسازد و همراه امر بالمعروف نهی عن المنکر، همراه امر بالمعروف نهی عن المنکر سر شما همین واجب است، خصوصا سر علماء کرام و همه ملت که همکاری کنید. علما و شیوخ ولایت پنشیر تشریف فرما هستند. امر بالمعروف نهی از منکر سر همه علما فرض عین است. اما وقتا تیر شدن که سر منبر یک عالم ششته بود و یک حقگوی عالم بود، او صدای حق را بلند میکرد. از طریق یک نظام فاسد او تعقیب میشد و تعذیب میشد. فعلا لله الحمد کسای شیوخ و علما و مفتی حفاظ سر منبر صدای حق را بلند میکنند. از طریق امارت اسلامی و نظام اسلامی همی عالم و شیخ تقدیر میشه. همی وقت خیلی زیاد بعد آمده، دمی قرب تاریخ همی تاریخ ما نمیبینیم، دمی شر القرون. باید امر بالمعروف نهی از منکر صدا از منبر و محراب بلند شود و سر ملت و مقتدیا فرض است که صدای علما را بشنوند و امام و گفتار را بشنوند و عمل کنند و پیاده کنند. سر ما شما همی واجب است. ولی امارت اسلامی از ملت خدام ملت هست، هیچ چیز نمیخواهد. یک چیز میخواهد که شما در دین اسلام به طبق شریعت و قرآن سیرت و صورت را برابر بسازیم. دین اسلام است، نظام اسلام است و امر بالمعروف یہ را میگه سیاست. قبلا رئیس استخبارات صاحب اشاره نمود که اغیار گفتار میکنن که علما و طلبا را چه ضرورت سیاست. نبی علیه السلام حدیث است کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلک نبی خلفه نبی. نبی علیه السلام مزید فرمود انا نبی لا نبی بعدی و بعد الخلفاء العلماء او کما قال علیه السلام. سیاست میگه اصلاح را، اصلاح الناس و ارشاد الناس الى صراط مستقیم. یہ سیاست میگه. امام شامی تعریف میکنه امر بالمعروف نهی عن المنکر در نظام اسلامی اداره سیاست و احتساب است. همین اداره سیاست و احتساب است. نبی علیه السلام مبارک الدین و السیاسه، دین عبارت از سیاست و از اصلاح است. اما سیاست نیست که اروپایا و دموکراسی ها تعریف میکنن. سیاست چرا میگه؟ دروغ را. خو یا دروغگوی هستند به خاطر از این تعبیر میکنن. اگر این مقدس لفظ است. نبی علیه السلام سیاست را از مسجد نبوی شروع کرد. عالی محکمه مسجد نبوی بود.
و خلافت و امامت و ریاست هم مسجد نبوی بود و تشکیل مجاهدین را هم از مسجد نبوی میشد و کارهای اداری تشکیل هم از مسجد نبوی میشد. وقت عمر رضی الله تعالی عنه با طبق مشن رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقه را اعلان نکرد، 24 لک مربع زمین اسلام را رساند، 1,24,000 صحابه را نبی علیه السلام تربیت کرد و صحابه کرام طریقه نبی علیه السلام اعلان نکردند و 4 لک شاگردای تابعین را پیدا کرد و تربیت دادند و 7.5 لک احادیث فعلا به ما شما که رسیدن امی برکت صحابه کرام و علمای عظام بود. ولی وظیفه ما شما همین نیست که در چارپایی بشینیم بس جواری باشه و گندم باشه، نه میخوریم میخیزیم دا میزنیم ولی همین طالبا هیچ طور هستن او طور هستن. از طریق سوشل میدیا و فیسبوک ها خدا میدانه دروغ هم یک چیز داره، این تو دروغ میگن نه شاخ داره و نه دوم، فعلا هیچ کسی باور نمیکنن. چرا دروغ میگین؟ کاش که در مابین ملت می بودیم، کاش که در مقدس کشور می بودیم، کاش که ترجمان همی ملت بودیم، کاش که نمایندگی ملت به طبق فرهنگ و اسلام ترجمانی می کردیم. هم الله رضا بود هم ملت رضا بود از شما. خداوند کریم از ما شما ناراض نشود. از مامورین امارت اسلامی خواهش ما همین است، پیشنهاد 1.5 سال گذشت ما معلومات داریم تا کنون شما سیرت و صورت را برابر نساختیم. خداوند کریم میگه که سیرت و صورت را برابر کنین با طبق سنت نبوی. چرا نمیکنین؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خدا نخواسته ما شما دمی زیر بام نظام اسلامی وقت تیر میکنیم، از نافرمان حساب نشویم. الله تعالی ما شما را در دوسیه فرمانبردارا حساب کنه. بعد از این کسایی که حالی کدام موسفیدا و متنفذین دولسوالی بدوباش دارند، دمی بازار بدوباش دارند، آنها خو ماموری نمیبینند، میگن تو چطور مامور نظام اسلامی هستی تا والی سیرت و صورت را برابر نساختی؟ خداوند کریم هم پرسان خواهد کرد. بعد از این که ایتو نشوه که سیرت و صورت ما شما خدا نخواسته خلاف شریعت نشوه، وعده و میثاق است انشاءالله درست است. و دویمش باید مسئولین امارت اسلامی همراه ملت ایتو برخورد کنه مثل نبی علیه السلام و صحابه کرام. ایتو برخورد کنیم که این سبب رغبت باشه و نه سبب نفرت. درست است من احساس داریم مجاهدین از دور دراز می آیند، از مشرقی، از ولایت شمال، از جنوبی، اما کدام رواج و رسم شما است و نابلد هستند. خو انشاءالله تعالی به تدریجا خواهد جور شد، هر چیز اصلاح میشه. لہذا کسای مجاهدین هستند در لیوا، در قلوردو، در کندک، در بارکا، در هر جای در امنیه قماندانی و مویای خود را به طبق سنت معیار ثلاثه نبی علیه السلام که کدام عمل مقدس بود با طبق برابر کنند. لله الحمد امیر ما شما یک فقیه با تقوا با عمل یک عالم است. این فضل خداوندی است.
هم احترام علما را داره و هم احترام مجاهد را داره و هم احترام ملت را داره و هم 24 ساعته بغیر مبالغه براتان میگیم به فکر ملت و کشور ما شماست. تبلیغات خو میشه، همین تبلیغات گوش نکنین برادرها. همین 20 سال تبلیغات شد، خصوصا پشت امر بالمعروف بسیار تبلیغات میشه. او لله الحمد دمی یک 12 ماه 13 ماه میشه که تشکیل شده، در تمام ولایت ها تمام ولسوالی ها ما تشکیل داریم. یک ملت یک مسلمان اذیت نشده و یکانجا کدام حادثه پیش آمده با جدی تطبیق میشه و امو مسئول تعطیل شده، حتی منفکم شده. همین وسع انسانی است دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها است. لہذا آمدن امینجا تمام امارت اسلامی ملت است و شما امارت اسلامی هستیم و همه علما و مسئولین از ملت جدا نیستند و شما جدایی را محسوس نکنین و کدا عریضه شما در جای میرسه. مشکلات شما علما لله الحمد هستند در جای میرسانه و فعلا کشور ما شما در مشکلات هم دوچار هستیم. ان شاء الله تعالی هر چیز جور خواهد شد. اینجا یک امی آمد، ما خو هیچ تصور نمی کردیم، هیچ تصور، والله العظیم تصور نمی کردیم. این خواهد تصور بالاست که مجاهدین ریشه را هم کم میکنند. ببین تفاوت را از کجاست تا با کجاست. امیر المؤمنین حفظه الله فرمان ابلاغ شد که شما مویا و سنت است لما و جمعه و افراح. امیر المؤمنین حفظه الله فرمان را ابلاغ کرد، مجاهدین مخاطب هستند که شما این مویا را نمانید که خلاف شریعت باشد. نو چقدر جدی متوجه است امیر المؤمنین حفظه الله و کدام مجاهدین که ریشه را و قیچی میکنن. این خوب بسیار یک حسرت و افسوس مقام است. از این پس امر بالمعروف، من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. این مسئولیت حاکم است، بطاقت مشت و بطاقت بازو ازاله منکرات را کنید. همین وظیفه امر بالمعروف است که و همین مجاهد را درک کنند، با محکمه تفویض خواهد کرد، راجع کنند، خلاص یکیش. و دیگه همراه ملت ما انشاءالله تعالی به لهجه نرمی گزاره میکنیم. چرا اینجا 20 سال اغیار دمی جامعه ما شما را تخریب ساخته و نفوذ کردند. یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وقولا له قولا لینا. به نرمی ما تصمیم داریم دمی جامعه اصلاح بیاریم و منکرات را جلوگیری کنیم و اقامه معروفات را پیاده کنیم. این مسئولیت به همه جامعه میشه. ای علماء کرام، کتابان نوشته میکنه، شما احکام سلطانی را مطالعه کنید. سلطانی را کسایی که محتسب هستند، مسئولیت احتساب دارند، سر ازا فرض عین است امر بالمعروف. و کسایی که محتسب نیستند، علما هستند، سر ازا امر بالمعروف نهی عن المنکر فرض عین است. و کسای مسلمانان و نه محتسب هستند و نه علما هستند،
خب بالمشاهده منکرات را میبینن، بالمشاهده میبینن. سرانجام واجب است که امر بالمعروف نهی عن منکر کنن. خب بالمشاهده نباشه باز فرض کفایی میشه، مستثنا هستیم. لہذا بزرگانای علماء کرام پیشنهاد و خواهش ما همین است همراه امر بالمعروف همکاری کنید. هر جای که منکرات باشه خبر بدهید و اطلاع کنید. شما خبر کنید امر بالمعروف را. یک و دویم سمع شکایات است. از همین معلوم میشه اینجا یک کمیسیون هم تشکیل شده با نام سمع شکایات. امی سمع شکایات در امارت اسلامی هم یک ارگان است مربوط امر بالمعروف میشه. مستقل ما در اداره یک معینیت داریم و در داخل وزارت 3 ریاست‌ها تشکیل شده و در هر ولایت ما امیریت ها داریم، مدیریت. هر کسی خدا نخواسته شر القرون است، کدام از مجاهدین از ارگان امنیه ارگانها اگر شما شکایت دارین در امر بالمعروف دفتر برین وارد در جریان بسازین. اگر مربوط دفاع باشه تدارک میشه و امنیه قماندانی باشه جلوگیری میشه و مربوط استخبارات میشه جلوگیری میشه. اگر نمیشد باز وزارت را ریاست در جریان میمانند، باز از طریق وزارت اما وزارت اطلاع داده میشن همین مشکل در کدام ولسوالی در کدام قریه در کدام ولایت وجود داره، این جلوگیری شوه. لله الحمد او تدارک میشه و جلوگیری میشه. فعلا ما 5000 ازاله شکایت را کردیم، از 5000 هم بالا شده، از مترا گرفته تا خانه تا دیگه به نام مجاهدین می آمدن، مجاهدین نبودن. نو سمع شکایت دروازه واز هستند در روی شما. الحمدلله همین نظام اسلام است. الا فکلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه. هر مسئول مسئولیت دارد که مسئولیت خود را به درست طریقه انجام بدهد. لہذا شما همیشه شکایت کردن میتونید خود در چارچوب و در چوکات شریعت که اصولی باشند و جلوگیری جدی خواهد شد. و از مجاهدین خواهش ما همین است که سیرت و صورت بعد از لیوم بعد از امروز فیصله کنین که دیگه خلاف سنت و خلاف طریقه و فرمان رفتار ما شما هیچ کس قبول نمی کنه. ولی 14 ماه شد تابال ما شما درست نمیشیم، عمل ما شما صورت برابر نیست. از همین خود معلوم میشه که قلب ما شما کم تاریکی پیدا کرده. لہذا سیرت و صورت هم برابر شود، وحدت و برادری ما شما مظاهره کنیم و پشتبانی همین نظام اسلامی را کنیم. همین کامیابی و پیروزی و سرفرازی ما شماست. و آخری کسایی که از کشور ما شما رفتن به یک بانه به دیگه بانه، لله الحمد امارت اسلامی بلا استثناء همراه هیچ کسی ملاحظات نداره و هیچ کسی را ملامت هم نمی کنه. خو مربوط حقوق الله باشه، یکیش خو حق العبد است. یک جنگ سالار میخیزه از یک مظلوم، یک ملت ما یک مظلوم مسلمان است، از او سر از زمین از او قبضان کرده، غاصب هم است، او خو معاف نمیشه. او خو که میای محکمه در محکمه مفوض خواهد شد، او خو از ترس خود نمیاد. اگر غاصب هم نباشه و قابض هم نباشه و در ملت ملامت هم نباشه، نظام اسلامی امارت اسلامی دروازه را واز کرده. کسایی که میاین آنها تقدیر خواهد شد و میشن، هیچ مشکلات نداره. این از طریق شما رابطه بکنیم که بیاین. این ما شما ذمه‌دار هستیم و ما شما را وکالت میدیم. یک مستقل یک کمیسیون تشکیل شده
به تماس اشخاص شخصیت های افغان. این همی که از طریق همی کمیسیون خیلی زیاد نفر آمدن پس در داخل افغانستان کشور ما شما دیگه هم میاین کلانه هستند رهبران بیاین و دیگه هم بیاین یک جای امو بازسازی کنیم با شریعت اسلامی را تطبیق کنیم با مشترکه یک مش شویم. بیاین اگر ما شما یک شویم با یک چتر شویم تمام دنیا یک طرف شوه مقابله کردن نمیتونن. همین عقیده و ایمان ما شماست. خداوند کریم فرمود ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. سی چیز را اشاره نموده الله سبحانه و تعالی. نظام اسلامی علائم و علامات همین است که نظام اسلامی قائم باشد. احیای قیام نظام اسلامی همین یدعون الی الخیر است. و دومش و یأمرون بالمعروف احیای علوم اسلامیه و الهی که مدارس مکاتب آباد شود تعلیم و تعلم کنیم ما شما. اما تعلیم و تعلم کدام علم از عرش از قرآن کریم از احادیث مبارکه ما شما استخراج کرده میتونیم و آن علم که ضرورت باشه و عصری باشن. یکان میگن که امارت اسلامی از تعلیم مخالف هستند یا امرای تعلیم حساسیت دارند و یا نمیدانند که ما شما را یا طالبا میگن و همین طالبا از لفظ انتزاع علم میشه. چطور امارت اسلامی امرای علم حساسیت دارد؟ علم خو نور است، علم خو اصلاح میاره، علم خو روشنی میارن. خواهید تو علم نه که او بجای روشنی در تمام فساد یک بوجی باشد جامعه را خراب میسازه به نام علم. همین علم نه فرهنگ ما شما قبول دارن و نه ملت ما شما قبول دارن و نه دین ما شما قبول دارن. همین تو است. اگر نه علم خوب سر هر مسلمان ضرورت است، اساسی است، حتی در درجه فرض می باشند که فرض است، این حلال، این حرام، این مباح، این مستحب، این واجب. ان شاء الله تعالی زیاد امیدوار ما شما همین هستیم که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. مجاهدین باید کلانا را احترام کنند، قلبی احترام کنند و موسویدی و متنفذین در جای ما شما که هستند شما محترم هستین. شما که چقدر محترم هستین اقا محترم در قلب امارت اسلامی هستین. ایتونه که شما در جامعه محترم باشین خدا نخواسته مجاهدین شما را مجروح بسازن. این پالیسی امارت اسلامی نیست. شما محترم هستین موسفیدا، شما مجاهدین هستین که ما شما مکلفیت هم همین است که همکاری با نظام اسلام باشید. و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تعاون و همکاری با بر و با ثواب باشید، نه با تعاون بمینه که بمی باز گناه خدا نخواسته شریک شویم. الله تعالی ما شما را در منزل مقصد برسانه. پروردگار عالم اخوت و برادری را همیشه قائم و دائم بسازه. الله تعالی از ما شما راضی شود. الله تعالی کشور ما شما را از تخریب کنندگان و از مغرضا و از مخربا خداوند کریم نجات بده. در یک چتر پایان ما شما نظام اسلامی با طبق نظام اسلامی زندگی را ما شما دوام خواد کردیم. خداوند کریم اواخر همین است. از این معلوم میشه همی امر بالمعروف نهی عن المنکر همین محتسبین که هستند. ما از هر ارگان خواهش میکنیم از ارگان نظام امنیتی ارگان ها که امرای محتسبین شما همکاری کنید. این فیصله امیر المؤمنین حفظه الله تبارک و تعالی و رعاه است.
امیر المومنین حفظه الله به تمام ارگانها هدایت داده که امر بالمعروف خصوصا محتسبین، بیچاره محتسبین خو یا خو دمی جامعه چرا ظاهرا منفور هستند؟ به خاطر از این که هر کسی را میگن که این کار نکن، این منکر است و دعوت به دین اسلام میتن. بعد از انبیاء کرام مسئولیت ذمہداری سر امی محتسبین هستند و امی محتسبین محسنین سر شما هستند. چرا مکلفیت و مسئولیت شما رفع شد؟ اگر محتسبین که نمی بود باز ما شما مسئولیت داریم که امر بالمعروف کنیم. ارگانها در نظامی به هر جایی که تشکیل شده امرای محتسبین شما همکاری کنیم. این یک دینی وجیبه سر شما یکیش. و دیگه علماء کرام هم همکاری کنیم و انشاءالله تعالی بعدی امر بالمعروف تشکیل وسیع خواهد شد. ما او علما و مشایخ و پنشیر را گفته بودم که شما از هر ولسوالی 10 نفر برجسته علما را به ما معرفی کنید. این تو نشوه که در دیگه جو وظیفه پیدا نشوه، نافارغ شده این محتسب شوه. محتسب خو شدن خویی اوصاف داره. محتسب باید در تمام عمر صادق باشه. اگر یک نفر کاذب باشه او محتسب جور شده نمیتونه. با تمام عمر یه عادل باشه، خدا نخواسته ظلم صادر شده باشه او محتسب جور شده نمیتونه. جرأتمند باشه، بی جرأت محتسب جور شده نمیتونه. اخلاق حسنه داشته باشه، متصف با اخلاق حسنه باشه. بد اخلاق و جذباتی این محتسب جور شده نمیتونه. محتسب باید از الف گرفته کاملا ترجمان دین اسلامی و نظام اسلامی باشه. اگر کدام تقصیرات و ناقص داشته باشه این محتسب جور شده نمیتونه از نگاه کتابا. احتساب این بسیار یک زیرک یک شخص میخواهد و دقیق مسئولیت است برادران. بعد از این ما شیوخ و پنشر میگیم، درخواست میکنیم که شما علما را مد نظر بگیرید که او رشد داشته باشه در جامعه، که ملت ما گوش کنن سخنای همو محتسب را، جرأت داشته باشه. یک نظامی مجاهد است مد مقابل ایستاد میشه او را باید جدی بگوید تو چرا منکر میکنی، این تو صفت داشته باشه، این تو علما را معرفی کنی. انشاءالله تعالی در هر ولسوالی و در مرکز احتساب وسیع میشه، تشکیلات وسیع میشه. ولی تصور کردن نمیتونیم ما شما دم یک سال یک انقلاب آمده. شما برین در شهر کابل یک سال سابق چه حال بود و اکنون ببینین ولی چه حال است. ببینین دم شارع هر جای که باشه و همین ما امیددار هستیم و عقیده داریم انشاءالله دمی تدریجاً به تدبر که ما رفتار میکنیم به طبق اسلام و شریعت و به نرمی انشاءالله یک سال بعد 100% انقلاب و اسلامی خواهد آمد انشاءالله. حالا شما ببینید در تخار و بدخشان برید، در تخار ما جرأتاً بریتان میگیم 100% امر بالمعروف نهی عن المنکر پیاده شده، 100% که فیصدی رو میگیریم. در دیگه جاها هر جایی که باشن انشاءالله کم فیصدی که ماندن، هر جایی که 80% یا 70% یا 90% 95% دمی چند ماه انشاءالله تعالی اقامه معروفات و ازاله منکر ما شما با میم اوصام متصف شویم، نه عذاب میاین و نه با مشکلات ما شما دوچار میشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.